ورزشکاران ولایت سوخت دستپروران فدراسیون کراته دو جندوکان جمهوری تاجیکستان ماه جاری در سه مسابقه بین المللی اشتراک نموده به دستاوردهای ارزنده مشرف شدند. در شهر نمنگان جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی اویل به کراته دو برگزار شد که در این مسابقه کراته‌چیان ولایت سوخت به گرفتن یک مدال طلا، 3 نقره و 6 برنجی مشرف شدند. همچنین در مسابقه بین المللی جام عظمت کریم که در جمهوری ازبکستان برگزار شد از ولایت سوخت 12 نفر ورزشکار اشتراک نموده به گرفتن 5 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنجی شرفیاب شدند. ورزشکاری با مهارت کشور رئیس فدراسیون کراته دو جندوکان فاضل جان احمدوف در دولت گرجستان در مسابقه بین المللی اوید به کراته دو کشوری ما را معرفی نموده صاحب یک مدال طلا و یک مدال برنجی گردید. در این مسابقه زیاد 500 نفر ورزشکاران از تمام دولت‌های جهان اشتراک کردند. مهارت بلندی ورزشی را نشان داده صاحب 2 مدال شدند. ما در آینده مربیان ورزشکاران کوشش می‌نماییم در چنین مسابقه‌های بین‌المللی رفته اشتراک کرده پرچم دولت عزیزمان را بالا برداریم. هنگامی بازگشت این ورزشکاران را مسئولین ساحه ورزش در شهر خوجند استقبال نموده به این دستاوردها تبریک و مبارکباد گفتند. مورد به ذکر است که نمود کراته دو در ولایت سوخت سال از سال رشد و رواج یافته عمومی گردیده ایستاده است. کودکان و نورسان به این نمود ورزش شوق و هوس بی‌اندازه دارند. عین زمان قریب در همه شهر و ناحیه‌های ولایت در این نمود مربیان پرتجربه به کودکان و نورسان و جوانان مشق و تمرین می‌دهند.